وقتی در دهه اعتراف میکنند آدم هوسمند میشه. اوچه ای خواندن ما خواندن بیفایده بوده، ام طریق قایده بوده. اما چوی مسعود استاد ربانی همین خیلی شد که دست یاری شد، اونو باز برگشتن. مبادا همین خیراندیشه نکشند برای همین شعرش. اندیشه تاسیس دادن چنین محفل در شما از کی پیدا شد و برای چی؟ برای چی در حالی که مردم در غم نان بودند و از نان یافتن پاره نان می اندیشیدند، شما از شعر می گفتید؟ سبب چی بود؟ از اول یا زیرک بودم یا جسارت یا جسارت نداشتم که نبر اومدم. راستی آدمایی که از دهه می آیند شعرهایشون مثل خربزه للمی شیرین است. این اندیشه من و از شما به خاطر جنگ انداختن بین اونها نمیپرسم. اینا رو هم باید مقایسه نکنید. هیچ یک جایه شده خورپشتک از نو زنده میکنیم. بیننده عزیز سلام علیکم. نشر نوبتی برنامه همقلم و همعلم است و مهمان امروزه ما شاعر خلقی تاجیکستان، سردبیر مجله مشهور خورپشتک استاد خیراندیش هستند. استاد خوش آمدید. تشکر. استاد عزیز، پیش از آن که صحبت رو آغاز کنیم بسیار میخواستم از زمانی روی آوردن به شعر، از آگاهی از دردهای جامعه از کجا سرچشمه گرفته بود و برای چی بعضی از شعرهای شما در میان مردم شهرتی به اندازه پیدا میکنند و ورد زبان ها میشوند؟ تشکر. هنوز در مکتب نمیخوندم، کودک بودم بازی میکردیم که من خیلی خفیه ها میزدم، بدوطن گپای شعری میزدم و همین توجه همدیه ها خیش تبا را به خود جلب میکرد. و اولین شعرهایی که کم کم به شعر مانم بودن شاید که در صنف دومی گفته باشم، تقریبا در صنف دومی گفتم. و یاد دارم که استاد سفر جمعخونه پدرش هر وقتی که اونا که در دهه ما اول زندگی میکردند بعد به دهه سرچشمه کشیدن، هر وقتی که می اومد میگو مسافیدا که جمع میشدن میگفت برین بچه بابای شریف بیارین شعر بخونه. من کودک بودم، برای مسافیدا میبردن اون شعر کودکانه خودم میخوندم. یعنی که اولین مراتبه همچون شاعر وقتی در دهه اعتراف کردند، وقتی در دهه اعتراف میکنند آدم هوسمند میشود. استاد عزیز، شاید پیدا شدن یکی از سروده های یک زمان خیلی مشهور شما بود، بسیار ساده بود ولی شهرت زیاد داشت و همه مثلا سر می شد که آچه جان جان آچه جان من بر تو پزمان آچه جان، خواندن ما خواندن بیهوده بوده. همین چی تاریخ دارد همین سرود پیدایشش؟ آچه جان جان آچه جان من به تو پزمان آچه جان، داغ داغ است دلم ای داغ هجران آچه جان، دلم ای کاری جهان ماند دیگر جان آچه جان، هستم ای آمدنم سخت پشیمان آچه جان، نیست در هیچ کجا ناموس و وجدان آچه جان، نیست یک آدمی مومن مسلمان آچه جان، آچه ای خواندن ما خواندن بیفایده بوده، ام طریق قایده بوده. این شعر از اول تا آخر همین خیلی صمیمی آمد، همین خیلی درد بود، الم بود. این همون سالهای جنگ ایجاد شده است، ولی نه در کجا بود که خواندن بیفایده باشد. همین هر شاعر به فکرم هر شعرش رو وابسته به حالتش میگوید. حالت در همون حالتهایی که جنگ بود، در قطار دیگر مردم ما هم عذاب میکشیدیم، ما هم گرسنه میموندیم، ما هم نان میکفتیم. برای همین حالت ها از علم با وجود میاد که اوچه خواندن ما خواندن بیفایده بوده. استاد، عجیب این که در برابر این گونه شعرهای از نظر اول ساده ولی در اصل از مشکلات جامعه سخن میکرده،
باز غزل‌های عجیبم همون سالان داشته، سالهای جنگ که یکی یادی من هست که خیز رستم رخش را مردم سواری میکند. پیدایش این غزل چگونه؟ پیدایش این غزل این هم در دوره همون جنگ بود، وقتی که گریزه ها بسیار گریختند، گریزه های تاجیک به افغانستان رفتند. خودتون میدونید که هلالی در شهر هرات زندگی میکرد. در اونجا در هرات در افغانستان که بود، شعری مشهور هم که همون ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو رو دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو رو، ایرا که همه دوست می داشتیم. من در نظیره در جوابیه همون استاد هلالی و خود هلالی مراجعت کردم که ای هلالی یاری من هم ترک یاری میکند، این تاجیکی ما هم دست یاری ده که بر من دشواری میکند. در حقیقت بعد در وقتی گفتگوی مناسبت های پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و احمدشاه مسعود و استاد ربانی همین خیال شد که دست یاری شد، اونا باز برگشتن. این اساساً حادثه های همون روز است، حالت های همون روز. لیکن خیلی مردم به هر حالت اینا چی میکنن؟ اساساً همین است. استاد عزیز، قبل در سر آن است که در مورد شعر، سرود، غزل‌های دوران جنگ مردم کم اطلاع دارند. اگر باشد هم همون سرودهای مشهور میشوند که مثلا کدام هنرمند سراییده باشد یا خوانده باشد و در همه غزل شما هم وقتی شما میگید که خاولنگی بوی قرمی و حصاری میکند، در همون سالها حتی من حیران میشدم که مبادا همین خیراندیش نکشند برای همین شعرش که این نام محل ها با یکدیگر حاضر وای نیست. برعکس این شعر را بسیار نقص قبول کرده بودن. اساساً تای دلی آدم جنگ نمیخواد. هر یک آدم و هر یک انسان تای دلش جنگ نمیخواد، لیکن محیط و حالت ها مجبور میشود که مثلا همین حالت ها با وجود بیاد. اینا نقص قبول کرده بودن و من هم با مقصدی گفته بودم که یعنی خوالنگی بوی قرمی و حصاری میکند، مقصد که بانی آدم از یک دیگر. این تاجیک همش تاجیک است و این مقصد گفته بودم و همین خیلی هم قبول کرده بودن. شاید در خیلی بعضی موردها وقتی بعضی ها سرود خوندن دیگر خیلی قبول کرده بودن، لیکن رو با خودم یگان کس چی نکرده است. استاد، از همین زمان جنگ شهروندی زیاد یاد کردیم، چی خاطرات دارید از همون دوره که برای آنکه دوره یعنی به زینه های کمالات رسیدن شما، دوره های جدی مشغول شدن به شعر و شاعری شما به همون سالها راست می آمد؟ اول اینکه ما در شهر کلاب بودیم، محفل در شهر کلاب بود، محفل خیراندیش. کلاب در محاصره اقتصادی بود. محفل ما ساعت های شب ساعت 7 سر می شد تا ساعت 10 شب هر روز چهارشنبه ادامه می یافت، چون آرامی بود، امن بود، آسایش بود. ما وقتی که به کوچه می بر اومدیم شهر کلاب بوی جوانی، بوی شعر می گرفت، بوی زیبایی می گرفت. همین خیلی عادت کرده بودیم. و بعدی که این خیلی شد و دیگر شبانه گشته نمی شد، ما مصلحت کردیم محفل به روز آوردیم. یعنی که از همان وقت تا حاضر روز چهارشنبه ساعت 2 تا 5 دیگر به روز گذشت. واقعا استاد، در مورد همین محفل خیراندیش، همین اندیشه تأسیس دادن چنین محفل در شما از کی پیدا شد و برای چی در حالی که مردم در غم نان بودند و از نان یافتن پاره نان می اندیشیدند، شما از شعر می گفتید؟ سبب چی بود؟ در اول صحبت هم گفته بودم اون لحظه را که گفتم پدری استاد سفر جمعخون بابای سفر دعوت میکرد، ما شعر میخوندیم، مستفیدا اندیشوی خودش می گفتند. اون در دهه ما در دهه چگمی بالا همین خیلی عادت بود که مثلا در هر یک دهه تاجیک نشین همین خیلی عادت بود که وقتی مهمان میرفت مستفیدا جمع میشدن، وقتی که در ما جمع میشدن بیشتر از شعر و ادبیات سخن میرفت، مثل محفل میگذشت. این علاقه در من تاثیر خودش رو رسانده بود و اولین بار غایه محفل کردن در اون پیدا شده بود که ما دانشجو بودیم،
در سالهای 1978 تا 83 در همون وقت عینی همین اوجی چگه مثل یک ولکان جوش زده بر اومدن استاد لایق شیرالی، استاد بازار صابر و استاد گلرخسار. اونقدر مردم دوستشون می داشتن، اونقدر در جایی که این سه نفر پیدا می شدن گویا توی می شد، خرسندی می شد. این وقتی که ما نورسای همون دور، جوانای همون دور این حالت اون رو می دیدیم، یک گوره محبت شعر در ما افزون می شد. باره در همین تولور کلونی دانشگاه ملی تاجیکستان این سه استاد رو دعوت کرده بودن. ما در تولور نشسته بی‌طاقتانه انتظاری همین سه نفران بودیم. وقتی که این سه نفر آمدن وارد شدن به تولور، دانشجویان آموزگاران از جا خسته تا به صحنه بر اومدن اونها کفکوبی میگفتن. در صحنه هم که بر اومدن کفکوبی هیچ بس نمیشد. اینقدر محبت بلند به شاعر خود داشت مردمی تاجیک. و وقتی که صحبت ها شد، بسیار صحبت های خاطرمان شد. وقتی که نوبت استاد بازار صابر بود، استاد بازار صابر گفتن که از دانشجو هم از شما از دیه ها اومدگی شاید باشن اونایی که شعر نویسن برای شعر خونن. گفتن در اون وقت چند نوقلم بر اومد. من از اول یا زیرک بودم یا جسارت نداشتم که نبر اومدم راستی. لیکن همین چند جوان خیز شعر خوند، شعرهای خوب خوندن. از آن جمله استاد عبدالقادر رحیم هم شعر خوندن. بعد نوروزی یازیر است، کمال قربانیان کورس یک میخوندن، ما در کورس 3 میخوندیم. همین کس بعد خیلی شعر خوندن. یک شعرش به یاد میاد که به یادم است که همین خیلی سر میشد: تاجیکان با شعر در پا راستند، عالم با شعر خود آراستند. این شعر خوند. بعد یک 4 مصرع دیگه خوند، یک ربایی بود. بعد استاد بازار صابر گفت که بعضی آدمایی که از دیه می آیند شعرهایشون مثل خربزه لعلمی شیرین است. دو مصرع کمال قربانیان گفت: ای تشنه عشق و هنر و مهر و وفا، گر آب بخواهی دلی کلاه بیا. امینه تعریف کرد. بعد من در یک خانه زندگی میکردم در کوچه یولیوس فوچیک، در راه پهلوی راه اوهان قرار دارد. از اون طرف راه اوهان خانه 3.5 به 3.5 بود. یک تریزه داشت. خانه تازه و آزاده خوش بود، فقط خرد بود. در همون تولور در دلی من پیدا شد که اینجا عبدالقادر رحیم خواند و اون خواند. من گفتم که همین ایجادکارای کلاب جمع کنم. نام محفل اولین من موندم دلی کلاب. اون که در حجره خودم تاسیس دادم. بعد استاد اونجا اوزی استاد میگم اون وقتا برادر رفیق بودیم، سلیمی خطلونی را. بعد یک نبیره سید علی ولیزاده فرهاد ابرار بود. اون در دانشگاه پداگوژی آموزگاری میخوند. اینا را دعوت میکردیم. در این میان عبدالقادر رحیم یادشون بخیر و فرهاد ابرار رباب نواخته سرود میخوندند. سبک نوازش و خواندن فرهاد ابرار دیگه بود، سبک نوازش و خواندن عبدالقادر دیگه بود. صاحب خانه یادشون بخیر در 86 نو گذاشتند. پای گلسره فیض آبادی بود. هر روز شنبه آش میپخت، ما جمع میشدیم، آش هم میخوردیم، بعد محفل میکردیم. یعنی شعرهای هم دیگه را تحلیل میکردیم، انا سرود میخوندند. اینو خلاصه که یک هر روز شنبه، هر شنبه سال 1981 بود، من در کورس 3 میخوندم تو آخر دوام کرد تو ختم کنی. همینو جمع شدن. فقط در این میان سالمی خطلونی و هم کورس 1 میخوند در دانشگاه آموزگاری. با من گفت که من بسیار حواس دارم در دانشگاه گورکی تحصیل کنم. من خودش هم جوانی زیبا بود در جوانی. اینم دفتر شعرش هم میدم، حسن خطش بسیار زیبا. شعرش هم در او وابسته به او سن و سال بسیار شعرهای دقت جلب میکردگی بود.
خودم هم ذوق آمد و استاد میمون وقتی مدیر شعبه نظم بودن با هم برادری داشتیم. بعد من گفتم که من یک صحبت میکنم. بعد رفته با استاد میمون وقتی صحبت کردم که همین خیلی یک جوان میخواد که در دانشگاهی گورکی خوند تحصیل کنه. و گفت که کو گرفته بیار، گرفته آوردم. سه صحبت کردم که از هفتش به فکرم معقول شد و همین سبب شد استاد سلیم خطلون را به دانشگاهی گورکی شهر مسکو روان کردن. یعنی که محفل ما از قدم‌های اولینش الکی نتیجه داده است. سلامت باشید. واقعا همین سلیم خطلانی من یاد دارم در سالهای دانشجویی من حتی در یک دفتر خاطرم به نزدیکی دیدم که اصلا فقط شعرهای سلیم خطلانی، واقعا سلیم خطلانی یکی از شاعرای موفق برای من، یکی از شاعرایی بود که هنوز از سالهای همون جنگ شهروندی من برای خودم کشف کرده بودم و واقعا در سطح سلیم خطلانی حالا هم من کم شاعر رو میبینم که هم در تصویر، هم در اندیشه، هم در بیان و همین گونه موفق باشد. استاد سلیم خطلانی از بس که بسیار می‌آموزند، بسیار می‌خوانند، بسیار مطالعه‌اند. ایرا بکی مولوی را کسی که وارد مولوی میشود مثنوی معنوی الکی در آسیاب که در اومده گردآلود میشه. بله. و یا از ادبیات کلاسیکی بسیار برخوردارند. تاثیر همون ادبیات کلاسیکی البته هست. استاد بعدی آن که شما به دوشنبه آمدید و در دوشنبه هم باز همون محفل تشکیل کردید و در چندین صحبت‌های خصوصی مثلا من دیدم که چندین شاگردانی به قول خودتان شاگردانی موفقی دارید که الکی استاد شدند. درباره محفل مثلا امروزه خیراندیش چی گفتنید؟ امروزه باز به اندیشه ما بازم شوق‌آورتر شده است. چون که وقتی که من به شهر دوشنبه آمدم محفل رو اولین مرتبه در کتابخانه لاهوتی آغاز کردم. در همون مورد در تلویزیون نشان دادن که پیشوای ملت سنگ اساس با کتابخانه ملی تاجیکستان گذاشتن. در دلم گذشت که اگر همین کتابخانه اگر بنیاد یابد با کار آغاز کند من محفل همونجا میبرم. بعد خیلی از اونجا بعد خودتون میدونید این شرقی آزاد آورده محفل و در شرقی آزاد اینجا از روزنامه شرقی آزاد که کرده بودم با اینجا میگذراندیم. بعد وقتی که اون با کار آغاز کرد من در کتابخانه ملی با کار در اومدم. از استاد سلیموف بسیار می‌ندارم که ما رو با کار قبول کردن. استاد جان سلیم زاده که شرایط دادن، امکانیت دادن، محفلمون گذاردیم. اونجا هم گازیت برآوردیم با نام دنیای کتاب. انا خلاصه 2012 در عرفه نوروز این شدن 2 اپریل ما رو با کار قبول کردن و در دوام اینا که 2012 تا حاضر 2000 چند میشه 2026 میآید، یعنی که در دوام 14 سال محفل یک شکل خاصی خچه گرفت. یک ساختار پیدا کرد که این ساختار با خودم بسیار معقول است و نتیجه خوبم داده ایستاده است. همین مثلا از بین همین شاگردایی که از همین محفل برآمدند، از محفل خیراندیش برآمدند، از همه این اندیشه من و از شما به خاطر جنگ انداختن بین اونها نمیپرسم. مثلا از بزرگمهر تاج‌الدین و دیگرها موفق‌ترشان کی هستند؟ کدام هستند؟ همشون اون چخیلی که بعضن میگویند که سعدی و حافظ و بیدل اینا را مقایسه نمیکنند. همین نورسا و جوانای صاحب استعدادی که شاعرایی که هست هر کدامش سبک خاصه خود دارد و موقع خودش دارد. اینا را هم باید مقایسه نکنید چون که هر کدامش لذت شعرش به خودش است. من اونجا در کتابخانه ملی تاجیکستان روی خطی همون صورت آدمایی که در محفل اشتراک میکردن که عضو اتفاق نیستندگان تاجیکستان هستند. 50 نفر صورتش نموندن، اول 10 نفر دیگه شون نموندن. یعنی که عضو اتفاق نیستندگان تاجیکستان بودن، در محفل اشتراک میکردن، مصلحت میدادن
و نبودند و بعد عضو اتفاق نویسندگان شدند. در دوام سال آینده همین در 4 سپتامبر محفل 45 ساله میشه. در دوام همین 45 سال الکی نگاه کنید که قریب 60 نفر عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و همون نمایاناش استاد سلیمی اوزار سلیم خاتونی خیلی خودش به خودش بزرگ است. اوزار سلیم شاعر خلقی تاجیکستان، افق این بزرگمیری بهادر و بزرگمیری تاجدین و کوهزاد نو عضو اتفاق نویسندگان شد. اینو بسیارند همین جوانایی که سبک خاصه داشتند. من بسیار خرسندم که همه اینو موقع خودشون پیدا کردن، ساحه خودشون انتخاب کردن، خدمتاشون در ساحه ادبیات بلند رسیده ایستاده است. سلامت باشید استاد. بعدی این محفل ها و بعد این قدر در میدان شعر و در میدان ژورنالیستیک تلاش کردن و من خود یافتن و برای دیگرها ایدئال شدن و همچون تا به سطح شاعر خلقی رسیدن، شما امروز سردبیر مجله زمان شوروی خیلی آوازه‌دار خورپشتک هستید. همین مقصد از احیای خورپشتک چی است؟ همین مجله خورپشتک یک ماه بود محرر نداشت. یعنی که محرر پیشینه برادر عزیز ما الکی از کار رفته بودند. این یک ماه بود منم خبر نداشتم. وقتی که مرا دعوت کردن من به یادم زد که در تینت من یومور هست، در تینت من حاضر جوابی و بعد یک روشی ایجادیات هم شعرهای هجوی است، شعرهای خلقی است. بعد وقتی که مرا تکلیف کردن ما با جان دل راضی شدم. اگر چنده که این مجله به زمین افتاده است، یعنی که نه مبلغ دارد نه خوب است که مثلا معاشای کارمندان از حساب وزارت فرهنگ سری وقت میتین، مسئله اجاره هم یعنی که کابینت های خوب داریم، اتاقای کاری خوب داریم. باور داریم که چون که ما یک حیات ایجادی نغزه جمع گیر کردیم و با بسیار همون حجب نگارایی که هم حجب می نویسن شعر و حکایه، هم مثلا اکتیور هنرمندن، هم حافظه، همه اینا رو ما روی خط کرده تلفناشون گرفته تیار ایستادگیم که همین مبلغ شود و امکانیتمون فراهم آید. همه این فضای حجب نگاری، فضای حجب و فضای خنده و خوشحالی تاجیکستان باید که دوباره زنده کنیم. و شما برار در این کار استادی عزیز، ولی من یک اندیشه دارم که در زمان شوروی مثلا پیدا شدن نام دلخواه منصبدار، دلخواه راهبر کدام کارخانه یا کدام وزیر در مجله خورپشتک این معنای آن را داشت که این نفر در وظیفهش دور و دراز کار نمیکند و با وجود بودن این قدر بحران سنگین اقتصادی در تاجیکستان همین مجله را نبستند و تا امروز رسانیدند و چند شماره آخر که من دیدم گواهی از اون میدهد که واقعا شما قدم به قدم آهسته آهسته در این کار موفق شده ایستادید و باور دارم که کوشش های شما برای زیاد کردن تعدادی خوانندگان مجله و این حتما در آخر بار میدهد و دور نیست که روز دوباره خورپشتک باز با آن همان آبرویی که در سالهای شوروی داشت دوباره باز در میدان قلم قدم میزند. تشکر منم از نام هیئت ایجادی خورپشتک تمام مردم کشور و تمام تاجیکان روی دنیا را با سال نو میلادی صدق دل تبریک تهنیت میگم. با آنها خوشحالی و فرحمندی و خرسندی و
موفقیت های بی‌نظیر آرزو میکنم. بگذار که دیگر غم و غصه، داغ، این خیلی حادثه های واقعی که با دل داغ میارند در حیات آنها دیگر به وجود نآیند. و از همه تکلیف میکنم که بیت یک جایه شده خورپشتک از نو زنده میکنیم. شما هم در پلوی ما بیستید، ما هم در پلوی شما هستیم. انشالله این یک نتیجه خوب، ثمره خوب خواهد داد. سلامت باشید استاد عزیز. این بود برنامه نوبتی هم قلم و هم علم که با استاد عزیزی ما خیراندیش صحبت ما صورت گرفت و باور دارم که خورپشتک در سال اسب واقعا شهرت پیشینش به دست می آورد و از مجله های واقعا کسبی و رسمی تاجیکستان می شود. زنده باشید استاد. تشکر برای به قبل سخن ما را به زمین نمانده آمدنتان. صحبت ما بود با شاعر خلقی تاجیکستان خیراندیش. سلامت باشید. یک جهان سپاس. سلامت باشید.